با تفصیلات گزارش شد توجه کنید. مخموت میلیسیا شهر خوجند مراجعت ساکنی 58 ساله ناحیه ورزاب فرهاد سنگینов رو در خصوص غارت شدن در حدود ایستگاه راهی ابریشم شهر خوجند پیگیری نموده گمانبر جنایت را دستگیر کرد. شهروند خورشید ظفرخان ساکنی ناحیه رودکی در جنایت مذکور گمانبر است که آشکارا از کیسه جبریده $2930 تصرف کرده است. کارمندان میلیسیا در حدود مرکز ماموری ولایت سوخت شهر خوجند ساکنی 29 ساله دهه زرنساری ناحیه رودکی خورشید ظفرخان را برای صادر نمودن جنایت غارتگری دستگیر کردند. او در تصرف $2930 گمانبر دانسته می شود. جبریده جنایت راننده نقلیاتی بورکش سنگینов فرهاد قربانویچ سالی تولدش 1962 استقامت کننده ناحیه ورزاب در خصوص غارت شدن مبلغ پولی به میلیسیا مراجعت کرده است. حادثه جنایتی سنه 29 نوامبر تقریبا ساعت 1:10 در ایستگاه نقلیاتی автовокзали راهی ابریشم شهر خوجند که راننده برای تعمیر автомашин بورکش را گذاشته بود صادر گردیده است. تا رخ دادن حادثه جبریده سنگینов گمانبر شده را برای کمک در تعمیر نقلیات از مردی کاربازار کیرا نموده با همشناس و از خدمت رسانی‌هایش استفاده می‌برد. من پول گرفته فرو آمدم رفتم $2800 بود. گرفتم خانه رفتم خرید کردم رسخود کردم موندگی پولم آمدم میلیسا گرفتن دادم. تفتیشات پیشکی با تکیه از دلیل‌های جمع‌آوری شده اطلاع می‌دهد که کارگر کیرویه خورشید ظفرخان کارفرما سنگینов را آشکارا غارت کرده است. بعد یک روزی حادثه گمانبر شده دستگیر شده باشد هم الکی قسمی از مبلغ پولی تصرف شده را به منفعت شخصی استفاده برده است. انیقترش از $2930 предмет جنایت تنها $1700 رویانده شد که همچون دلیل شیعی کج رفتاری خورشید ظفرخان را تصدیق می‌کند.